دیورانجرگه صدیق متین در خدمتتان است، امر کنید صاحب. سلام علیکم آقای متین. من ماری صدیقی هستم. من پیشترم همراه شما به تماس شدم. بله. من یک سوال داشتم آقای متین، بیشتر بر شما عرض کردم. شما خواستین سوال مرا در تلفن خصوصی برام بگین، چون من یک سوال او وقت موضوع فندریزینگ بود خور جان. شما را میخوایم علنی در تلویزیون چی دوستایم همه میخوایم که بشنوند. من میخواستم سوال اول شما همیش تا به حال ما پروگرام شما را تعقیب کردیم. شما همیش گفتین کمک های مالی خواستین، اما چی میشه که عوض کمک های مالی کمک های معنوی هم شما بخواین؟ امروز ما و شما چی در خارج از وطن چی در داخل از وطن بسیار یعنی شخصای بسیار رسیده داریم، چی در تاریخ باشه چی در انجینیرهای خوب داریم، یعنی کسایی داریم به سوی پروفیسرها و اینا. ما فهمیدم همشیری گلم، اینا جوابتان میتونم همشیری گلم. دومم بود برادر گل ما که مسئله شورا را من میخواستم از شما بشنوم، چون یک مدعی نمیخوایم که فرزن بفهمم. میخوایم تمام کسایی که میخواین در دوران جرگه اینا میخواین که شریک شوند، اینا میخواین که همکاری کنن، اما میخواین پیش از این بفهمن که با چی سیستم اینا همکاری کردن میتونن، با کی کسا اینا میتونن ارتباط بگیرن و همین مسئولیت و یا این از چی نوع مسئولیت و چی نوع اختیارات در دست امی شورا است که اینا میگن که اینا یک شورا جور کردن. اگر دمیشه برای ما یک روشنی بتین که برای ما تنها برای تمام افغانای ما، چرا حق مسلم ما مردم افغان است. وقتی که شما در تلویزیون میایین شما به حیث یک موسس یا به حیث یک خدا خیرتان بده که همیرا را شما پیش انداختین که اگر این جواب بر ما روشن کنین تا ما هم بتانیم با دورانجرگه هم دست شویم، چرا به یک نفر نمیتونه این کار پیش ببرن. خوارجان شما کجا زندگی میکنین؟ من فعلا خودم در هامبورگ هستم. خب هامبورگ هستین. جواب شما بشنوین خوارجان گل. ما خو دائما از کمک برادرای گرامی خود، همشیرای خود ما استفاده کردیم و استفاده میکنیم. فعلا می اعضای دیورانجرگه داخل خود افغانستان با صدها دانشمند و برادرای بزرگ ما کتما یک جا هستند، در خود اروپا کتما یک جا هستند و هر کسی که میخواه کتما همکاری شروع کنه اونا میتونن که کتما تماس شوند. در اینجا در فرانسه، در هلند، در جرمنی همین شورای مالی دیورانجرگه را که میتینگ داشتن در هفته گذشته میتینگ را دایر کردن. فعالیتایش در خود اروپا و داخل خود افغانستان فعالیتایشان مختص حل مسئله دیورند است. توسط فعالیتاشون اونا جرگه ها را دایر میکنن و از طریق جرگه موضوعات ملی جر و بحث میشه، ما رای حلش مثلا سراغ میکنیم. موضوعاتی که مربوط دایی دیورند است و موضوعات ما یعنی فعالیتایی که ما فعلا داریم ما میخوایم کورا بهبود ببخشیم و به طور مشترک شورای عالی دیورانجرگه تصمیم شورای عالی دیورانجرگه میگیره و وقتی که شورای عالی دیورانجرگه تصمیم گرفت اونا بر ما تماس میشن که موضوعات ما سرش صحبت کنیم، سرش گپ بزنیم. به اصطلاح همی تشکیلی برنامه را ما با شورای عالی دیورانجرگه مشوره کردیم و این برنامه را ما دایر کردیم و شما میتونین که عضو دیورانجرگه شوین. که برادر عزیز ما شریف جان امید در دوسلدورف در تماس شوین و شما اگر میخواین تلفنش با ما تلفن کنین، باز ما خوار گرامی تلفن اونا را در دسترستان قرار میتیم. ما کار میکنیم، کاری که تمام خوارا و برادرها از او منفعت برده بتونن و بتونن که برای افغانستان عزیز خود اونا خدمت کنن. چرا این دایه ملی بعد از بسیار زیاد ما به اصطلاح دایره ما
با وجود آوردیم و این دایه ملی که دایه دیورند بسیار زیاد فعال است. هدف مهم ما و هدف عمده ما خوار گرامی به دست آوردن خاک ما و بنادر ماست که ما ایره میتونیم از طریق جرگای بین الافغانی با اصطلاح بتونیم حل کنیم و پاکستان اگر امکانش باشه. در غیر از او ما راه قانونی داریم که بتونیم ما می مشکل ملی خود از طریق قانون حل فصل کنیم و از طریق ممالک ناتو مثل امریکا و ممالک فرانسه و جرمنی و که در ملل متحد انشاءالله برده خواهد شد و این موضوع از نظر بین‌المللی حل فصل خواهد شد. این یک موضوع است که تقریبا 118-119 سال دوام کرده. این کار بسیار جنجالی به اصطلاح و ما حوصله داریم و حوصله ما به اصطلاح به حد است. در این را مبارزه ما دوام خواهد داشت. ما تلفن های شما را میگیریم صاحب. امید سوال شما را جواب داشتم. اگر شما خواستین که از ما سوال کنین دیگه با ما تلفن کنین. علتی که پیشتر ما گفتم با شما ما گپ میزنم و وقت فندریزینگ بود و ما میخواستم که به اصطلاح تلفن های برادرای خود جوابتون یا خوارای خود که اونا میخواستن کمک مالی کنن، سر از او هم با ما مبلغ زیادی کمک شد توسط خوارا و برادرای ما. اگر کسایی که دشمن مردم افغانستان هستین اما مقصد خود رسیدیم و پول بسیار خوبی ما فندریزینگ کردیم و دست ما آمد. انشاءالله شما یک روز خود دیدین که دیورند جرگه کجا خواهد رسید. تمام لاینا پر است. ما کوشش میکنیم که سوالایتون دو دقیقه وقت دارین که سوالایتون ما جواب بدم. دیورند جرگه سی قیمتی در خدمت را عمل کنین صاحب. بله بفرمایید. دیورند جرگه سی قیمتی در خدمت را عمل کنین صاحب. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، اسم مبارکتان؟ دکتر میوان خبرې کوم د انګلستان نه. دکتر میوان صاحب سلام علیکم، څنګه یې صاحب؟ طبیعتونه ښه دي صاحب؟ تاسو ډېره مننه چې د افغانستان د ازي تمامیت په هکله دومره هڅې او مبارزه کوئ. صرف دومره مې اضافه کول غوښته چې تاسو په وینا کې د مولانا طاهر القادري نه ذکر وکړئ چې دی د کاناډا نه تللی دی ورته د پاکستان د پوځ ISI پر ضد مبارزه کوي. بالکل ما وویل دغه ما پاکستان کې زده کړې کړي دي او ما غوښتل چې د مولانا طاهر القادري په حق تاسو ته معلومات درکړم چې دا مولانا د نور ملایانو په څیر د پاکستان د ISI او د پوځ خاص الخاص سړی دی. د انګریزانو د زمانې نه لکه څنګه انګریزان پر دې سیمه کې یو تعداد ملایان او پیران روزلي چې هغه د افغانستان بیا د غازي امان الله خان پر ضد مبارزه کوله. نو بیا پاکستان چې کله جوړ شو په 1940 کې پاکستان هم د انګلیس همدا میراث وساته. یو تعداد ملایان او پیران د افغانستان پر ضد نن پورې ساتلي دي چې موږ د طالبانو په شکل کې او د مولا عمر په شکل کې ولیدل. نو لکه څنګه موږ مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او مولانا قاضي حسین احمد داسې نور خلک چې هغه د پاکستان د ISI خاص الخاص مزدوران او نوکران دي. نو دا مولانا چې دی د طاهر القادري دا هم د ISI د حمید ګل د اسلم بیگ د اشفاقیانی د دوی خاص الخاص سړی دی، دا د پوځ سړی دی. دی د پاکستان په سیاست کې ډېر وخت راسي پاتې دی. په یو وخت کې د پیپل ګوند د بېنظیر بټو سره یو ځای دی، نه سیاسي اعتقاد لري نه مذهبي اعتقاد لري. دی په مختلف وختونو کې د پاکستان د پوځ او د ISI په غوښتنه د مختلف نارې، مختلف شعارونه، مختلف سیاسي مفکورې او مختلف چې د لباسونه دا یو سیاسي مداري دی او دا د ISI د خاص الخاص ملایانو یو ملا دی. موږ افغانان باید په دې ونه غولېږو. یو خبره متین ورو تاسو په ډېر واضح ټکه وایم چې د پاکستان د په سیمه کې د اباسین د سین نه غواړي چې هغه ملا دی، که هغه پیر دی، که هغه فرښته دی، که هغه جنرال دی، که هغه سیاستمدار دی، دا د افغانستان دشمن دی، زموږ د خاورې دشمن دی، زموږ د ولس دشمن دی. موږ افغانان باید په دې ونه غولېږو چې دا ملا دی، د سپینه پګړۍ ولې ده، د توره پګړۍ ولې ده. دوی چې هر رنګې پګړۍ، هرې وینایي، هرې تسبیح، هرې چې دی د لمونځو جامې دی د افغانستان دشمن دی. ټولو په یو شی اتفاق کړی دی، د ټولو پاکستانیانو چې هغه ملایان دي او که طالبان دي او که جنرالان دي، افغانستان به وژنو، افغانستان به لالو، افغانان به وژنو. نو صرف دومره مې غوښته چې دا طاهر القادري یا دغسې نور کردارونه چې پیدا کېږي چې داسې نه چې تاسې پرې وغولېږئ یا نور افغانان نه ما نه غولېږو بروجا نه ډاکټر صاحب نه. ما یوازې هغه فعالیتونه ما ذکر وکړه. زه په خپله دغه سړی نه پېژنم. زه ډېر ښه پېژنم ځکه زه پاکستان کې ما 20 کاله ژوند کړی دی. د پاکستان ټول سیاستمداران، ټول ملایان، ټول
جادوګران ټول کوړیګران دا ټول ډېر ښه پیژنم او دا چې د پاکستان د پوز او د اسای خاص الخاص یو جادوګر دی د افغانستان لوی دشمن او د اسای خدمت ته یو خادم الخاص دی ډېره مننه ډاکټر صاحب موان ډېره مننه صاحب ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه کوم السلام علیکم روزانه السلام علیکم خدای پامان یک موضوع رو من میخواهم ذکر کنم که نعیم جان شما گفتین که پشتو ما پدر خود ما افغان است و ما فخر میکنم واقعا ما کوشش میکنم که پشتو رو به شکل درستش یاد بگیرم و صحبت کنم مایی که خودت میای تلفن میکنی کوشش کن یک ذره خودت پشتو رو یاد بگیری خوبتر میشه که اگر تلفن کنی کتما در پشتو دیگه دفعه گپ بزنی ما کوشش میکنیم زبان ملی ما سردوش یاد بگیریم باید تماما در این زبان ها باید پشتو رو یاد بگیرن و پشتو زبان ها کلشون در این یاد دارن دیرانجرگاه صدیق متین خدمتتان امر کنید صاحب بله دیرانجرگاه صدیق متین خدمتتان از امر کنید صاحب بله سلام علیکم غفور هستم از انگلستان با تماس شدم همراه شما غفور جان گل احترامات ما قبول کنین امر کنید صاحب قربان شما بسیار خوش هستم که خودتان در پرده تلویزیون درباره از این چیزا بفرمایید بله گوش شما است بفرمایید صاحب قربان شما خب امر نیست بله اما اگر تلویزیونتان رو پخش کنین یکم که صحیح صحبت میکنین صاحب بله تلویزیون یعنی پخش کردیم صدای تلویزیون پخش است من صرف از شما یک سوال بسیار کم داشتم از اینکه دنبال از کار هستین خداوند کمکتان کنه این مسئله با پشتون و با فارسی و با زارا و با ازبک نیستی برای کل ملت افغانستان است که باید بالکل صاحب تلفن ما پخش است صاحب تلویزیون پخش است بفرمایید ما گوش میکنم صدای مرا میشنوین بالکل بفرمایید ما واسه بشنوم بله خواهش ما این بود که بسیار خوش شدیم که از این پشت دنبال از گپ یا مثلا یک خواهش شما ما یک سوال بسیار کم داشتیم آیا دولت افغانستان است یعنی دولتی که مثلا کسای فعلا در افغانستان وظیفه داره یا به شما همکار هستن یا نه خب هزار دفعه ما بتون ما مثلا نمیازات خود اروپا داخل افغانستان مثلا از طریق وزیر یا مثلا رئیس جمهور یا کسی که کدام مثلا کار در افغانستان کدام وظیفه داشته باشه در جرگه شما مثلا اشتراک میکنن خبر دارن یا نه بله تشکر صاحب تشکر قربان شما سلام علیکم خدا ما صاحب قراره که در برنامه گفتم مصاحبه که در افغانستان او را دایر کردم آقای کرزی گفتن که دایی دیورند مربوط مردم افغانستان است و هر وقتی که موضوع این واقعیت است موضوع دیورند میشه وزارت خارجه فوراً مثلا بیانیه خود بیانیه ایراد میکنه یا بیانیه عکس العمل خود نشان میده و دیگر داخل خود افغانستان ما باور کنیم به سوی دیگر جنرالا اشخاصی که در دولت بسیار کلان هستند کار میکنه البته اشخاص ملی و به سوی پروفسور دکتر معلمین رئیسای قوما کلش کتما همکاری داره و عضو جرگه‌ای که ما تیار کردیم به اصطلاح در افغانستان است با شما قریب انشالله او را میبینین ما همو بدی کلپاش خاط آوردیم انشالله و در تاریخ ماه می جرگه عمومی دیورند است ما با مرازی خود ادامه میتیم هیچ چیز دم راه ما قرار نمیگیره ای که شما یک چند نفر شما تلفن میکنین خداوند شما را هدایت نیکی بده که چشمایتان واز شود از نوکری پس شوین دیرانجرگاه صدیق متین خدمتتان امر کنید سر السلام علیکم دکتر صاحب محترم خوب است السلام علیکم امر کنید سلامت باشین یک سوال بسیار همطور یک معلوماتی میخواستم آقای متین همون منطقه را ما دیدیم در وقتی که تو پانتون بودیم راستی هم یکی داد مردم افغانایی که در اونجا زندگی دارن از نبودن دو تابعیت یا موضوع این طرف و طرف خانهایشان دو دروازه داره بسیار به زحمت و مشکلات قانونی هم هستن در این شکی نیست ما میپرسیدم که در به تعقیب از اینی که دولت آمریکا اعلان کرد که ما خط دیورن به رسمیت میشناسیم ما دلچسپی شخصی ما است که برای خود از طریق پاکستان به شکل تهدید یا مذاکره یا کدام عکس العملی بر شما تا این وقت
از طریق پاکستان کدام چیز شما برای شما رسیده یا نه؟ شما برادر گل خبر دارین که ما افغانستان رفته بودیم؟ او را کلش تعقیب کردیم. دولت پاکستان منظوریم است. مو در افغانستان بودیم با ما تهدید در افغانستان با 2 دفعه تهدید شده بر ما و فضل خدا پلانش ترک کردیم در داخل امریکا. شما میفهمین که ما در امریکا زندگی میکنیم. اینجا دولت آیسای پنجابی کدام دست نداره داخل امریکا و ما این موضوع را با مقامات رسمی امریکا آگاز که ما در این کار سیاسی ما آغشته هستیم و این موضوع ملی خود را فصل میکنیم. از این آگاهن و اونا کدام چیزی داخل خود امریکا کردن نمیتونن. بسیار زیاد تشکر بیادر گل. السلام صاحب. السلام. دیرانجرگاه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم بیادر گل. امر کنید صاحب. خوشم هستم از تورنتو زحمت میدم. محترم تا جایی که حتما به شما معلوم است بعد از شهادت سردار محمد داود خان دیگه هیچ حکومت تا به حال را درباره خط دیورند، تاریخچه‌اش، محتواش و مشکل و حلش هیچ وقت ما خود کدام برنامه را نشنیدیم ندیدیم. بله. ایناله ما که فکر میکنم امین نسلی که بعد از 1357 یا تولد یا کلان شده اینا عموما درباره خط دیورند، محتواش و مشکلی که پیش آورده و نتیجهش عموما آگاهی ندارند. اگر شما وقت پیدا کنید که انشالله حتما درباره خود ازمی معاهده دیورند که به چی شرایط تحت چی مشکلات پاچه های افغانستان او را قبول کردن و از وقت به بعد چرا به حالت خود ماند و در باره اگر معلومات بتین انشالله که ای برای روشن ساختن اذهان مردم ما بسیار کمک خواهد کرد و نتیجه زی خواهد شد که انشالله تعداد زیادتر مردم در پشت از دایه ایستاد خواهد شد و از این حق مسلم خود دفاع خواهد کرد. دیگه وقتا نمیگیرم. از خداوند به شما توفیق خیر میخوایم. زنده باشین. ما یک خواهش دارم ایست که از تمام برادران خواران وطن دوست ما خواهش میکنم که اونا با تلویزیون پیام افغان چک روان کنن که ما بتانیم برنامه دیرانجگر پیش ببریم و این تلویزیون پیام افغان تلویزیون خود شماست. وظیفه هر برادر و خوار افغان ماست که ما با این تلویزیون کمک کنیم. لطفاً هر مبلغی که شما میتونیم با تلویزیون پیام افغان روان کنیم تا ما بتونیم که برنامه دیرانجگر را پیش برده بتونیم. بله صدیق متین خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله آقای متین سلام سلامت ما را قبول کنید. السلام علیکم. چال دارید؟ شما خوب هستین؟ خیرت است؟ امر کنید همشیره محترم. ما با شما به وجود شما به زحمتکشی های شما در اینجا و به لیاقتتان افتخار میکنم که در اینجا بسیار شما زحمت زیاد میکشید. زنده باشین. زنده باشین. لطف کردین صاحب. من و تمام زنای با احساس افغان از بارگاه ایریت متعال موفقیت های بیشتر تنظیم میخواهم و دعای مادر وطن هم در پشت شما همیشه هست. دیگه تشکر. تشکر. لطف کردین. بسیار مهربانی کردین. از تلفنتون تشکر صاحب. دیرانجرگاه صدیق متین خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بیادر دلاین هستین. السلام علیکم متین صاحب. السلام علیکم دکتر صاحب محترم. چی حال دارین صاحب؟ شما خوب هستین صاحب؟ چی حال دارین صاحب؟ زنده باشین. زنده باشین صاحب. امر کنین بفرمایید. ما خوش شدیم که آواز مبارکتان مشتم. تشکر دکتر محترم صاحب. من نیم ساعت شما را چی میکنم براتون وقت اجازه بگیریم به طرف مسئله. زنده باشین دکتر صاحب رحمانی صاحب. بسیار لطف مرحمت کردین صاحب. تشکر. زنده باشین صاحب. باز ما ان شاء الله در خدمتتون تلفن میکنم صاحب. تشکر صاحب. السلام علیکم صاحب. ما از بسیار مهربانی کردین دکتر صاحب گل. دائم شما ما را کمک کردین. این دای ملی را کمک کردین صاحب. بسیار زیاد لطف کردین صاحب. ما بازم از بله صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله صدیق صاحب سلام علیکم. السلام لالای گل چی حال دارین صاحب؟ امر کنین صاحب. اجازه ده پښتو وغږیږم. او وګورئ پښتو صاحب مونږ پښتون یو.
صدیق صاحب محترمت سعید لندن کې جرمني کې امریکا کې دي جرګې وکړي افغانستان ته هم تللی وي خو ته اجازه راکړه یو خبر درته ته افغانستان ته چې تللی وي کوم جهادي رهبر سره دې مشوره کړې ده او که نه نه ورور جانه بیا انشاءالله که با بیرته وزم انشاءالله تا ته راستی وایم خو هلته ټول مشرانو قومي مشرانو سره ما ډېر مصروف وم بیا انشاءالله که بیرته ځم انشاءالله بیا وګورم انشاءالله ښه متین صاحب اجازه وغږیږه برادره متین صاحب اجازه راکړه تا سره لازم دي لکه څه خیر چې ته دې غازي امان الله خان ښه اجازه راکړه صاحب وغږیږه صاحب وغږیږه ټول افغانان د غازي امان الله خان ته اهمیت قایل دي غازي امان الله خان خوښېږي چې د افغانستان ازادي یې اخیستې ده نو همدغسې جهادي قمندانانو لکه حکمتیار صاحب چې ده په کونړونو کې استاد سیاف ده په کابل کې دې روسانو ته یې ماته ورکړې ده د روسانو هډوکي د افغانستان د هرې تیږې لاندې پراته دي او د روسانو د غلامانو نیکرونه او پتلنونه په افغانستان کې هرې تیږې لاندې اوس هم پراته دي نو تا سره لازم دي متین صاحب موږ همیش زموږ اولاد زموږ ښځې موږ تا سره کومک کوو مالي جاني قلمي خو تا سره داسې لازم دي چې تا د افغان جهادي قهرمانانو سره چې روسانو ته یې ماته ورکړه روسانو د افغانستان په خاوره ملت ناموس تعرض کړی و هغوی ته یې دندان شکن جواب ورکړو پولادي سوچ په خوله ورکړه او د هغه غلامان یې هم په خوله ووهل او پرتګونه او نیکرونه یې په افغانستان کې د هرې تیږې لاندې اوس پراته دي د پلیدو کمونستانو خلقانو پرچمیانو مایوسانو شادیبازانو ورور جانه متین ته خواهش کوم چې ته جهادي قمندانانو سره په دا خپل عزت خاطر دې ته جهادي قمندانانو سره مشورې وکړه که ادرس نه لرې دغه زما ټلیفون ده چې درغلی زه په لندن کې ژوند کوم مجي خاجي خیل یم د ورځې راته زنګ ووهه دلته ورور جانه ستا نمره ماته ورکړه ورور جانه ورور جانه ستا نمره ماته ورکړه صاحب اوکې ښه ډېره مننه ورور جانه ډېره مننه ایران جرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب سلام علیکم آقای متین السلام علیکم برادر گل چطور هستین صاحب امر کنید اسم مبارکتان صاحب از کجا تلفن میکنید یوسف هستم صاحب از لندن شما سلام میکنم یوسف جان گل احترامات مرا قبول کنید امر کنید صاحب ما همچنان فقط بسیار خوش شدیم از این برنامه بسیار دیدنی و بسیار حساس شما زنده باشین برادر زنده باشین ما از شما نفرستم که آقای متین اگر 2 پروگرام 3 پروگرام تنها بگین اسپانسر میشم با یک شرط دارم خب شرط من میست که فقط از زمانه که خط دیورند امضا شده بله تا با چند شاه افغانستان چند رئیس جمهور افغانستان و چند وزیر خارجه افغانستان این سند امضا کرده اینه که بر ما بگیم 3 پروگرام اسپانسر میشم اکانت پیشم هست خب تمام میشه فقط اینم بشنم برتن آویز میکنم خدا حافظتان صاحب به طور است که هیچ کس صاحبی خط دایی دیورند امضا نکرده صاحب حتی امیر عبدالرحمن خان هم قراره که ما مدارک تابال دیدیم و همین مدارکی که میگن موافقت نامه به اصطلاح یعنی امیر عبدالرحمن خان که دولت انگلیس برطانوی موافقت نامه را به اصطلاح که صحبت کرده میگن که حتی عبدالرحمن خان هم این امضا نکرده و هیچ پادشاه افغانستان برازی که موضوع دیورند کت پاکستان به اصطلاح سرفنزر کنه این نکرده و هیچ امیر پادشاه افغانستان رئیس جمهور افغانستان کدام موافقت نامه یا کدام سند امضا نکرده که خط دیورند به اصطلاح
با پاکستان واگذار کنه. این دارایی مردم افغانستان است و هیچ وقت یک پادشاه یا رئیس جمهور نمیتونه که دارایی مردم افغانستان برای پاکستان بده و این در رگ رگ افغان ماست، در خون افغان ماست. دایی دیورن این خاک ماست، بندر ماست. ما حق مسلم ماست که ما خاک خدا به دست بیاریم و بندر خدا به دست بیاریم. دیگه بدر این سوال که خود کردی بسیار زیاد تشکر. یک موضوع بسیار ساده است، کلگی ایره میفهمه که صاحب در طول تاریخ هیچ کس موافقه نداره که این موضوع دیورن یعنی خاک ما و بندرهای ما با پاکستان تعلق بگیره. از همون خاطر است که اینجا برادرت 4 سال و دوستا و رفیقای ما مبارزه را برانداخته که شما میبینید که دشمنای مردم افغانستان ناقرار شده. دیورن جرگه صدیق متی در خدمتتون امر کنید صاحب. بله بفرمایید صاحب. بله بفرمایید همشیره. بله برنامه دیدن جرگه است. بله امر کنید خوار جان. ما رویا غوث از جرمنی با شما به تماس شدیم. همشیره غوث چال دارین صاحب؟ تشکر. اولتر از همه کلام های گرم خود را از صمیم قلب خدمت شما و هم اعضای شورای دیدن جرگه و تمامی افغان هایی که بیننده های تلویزیون پیام افغان در ساعت نیک تقدیم می‌دارم. زنده باشین خوار جان، خدا خیرتان بده صاحب. تشکر از شما مرد غیور افغان که در این راه حق را در پیش گرفته و یک گام مستحکم را به خاطر دفاع از خاک و وطن خیش برداشتید. اگر اجازه بدهید من یک پیشنهاد دارم. بفرمایید صاحب. که به تمام زنان افغان متعلق می باشد. بفرمایید صاحب. خصوصا زنانی که روحیه وطن دوستی و میهن پرستی در آنها نافذ است. بفرمایید صاحب. از تمامی خواهران افغان خود تقاضا می کنم که بیایند شانه به شانه با برادران عزیز خود در راه دفاع از خاک از حق خاک که به جای مادر آنها می باشد مساویانه سهم بگیرند، چرا که در یک جامعه رکن اساسی را مرد و زن هر دو تشکیل می دهد و من افتخار می کنم که یک زن افغان هستم و همراه برادران خود یک جا تا آخرین نفس های خود در مقابل ظلم و استبداد آیسای پاکستان مبارزه می کنم و شعار ماست یا وطن یا کفن. زنده باشین صاحب. دیگر وقت شما را نگرفته با شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد که مرا وقت دادین در برنامه‌تون یک چند لحظه صحبت کردم. تشکر خانم غوث، بسیار زیاد تشکر از مهربانیتان. بازم از خوارا برادرای عزیز خود خواهش میکنم که به تلویزیون پیام افغان تلفن کنن، برنامه ما را اسپانسر شوند. از ولی جان ولی تشکر میکنیم که نیم ساعت ما را اسپانسر شدن و از دکتر صاحب رحمانی ما تشکر میکنم که نیم ساعت ما را اسپانسر شدن. شما کوشش کنین که برنامه ما را اسپانسر شوین که ما بتوانیم فعالیت خود در مقابل آیسای پاکستان زیاد بسازیم. ما مردم وقتی که مبارزه را شروع کردیم ما ایره صرف و صرف یک واجبی ملی میدانیم بالای گردن ما. اشخاصی که در ایران کار میکنن تمام اشخاص ملی هستند و در راه مبارزه ما هیچ صد نخواهد واقع شد و ای که شما یک چند تلفن میکنین و آواز پشک میکشین و آوازهای حیوانات میکشین، این اول شخصیت شما را نشان میده و ما بسیار تاسف میکنم، بسیار زیاد تاسف میکنیم. این که پیسه را میگیرین، پیسه را بگیرین نمایی که شما یک عکس پشک میکنین و یک عکس حیوان میکنین، دل ما میانه بالای شما سوخت. ما والا بسیار متاثر شدم. ما وقتی که خو میکنم کل مردم ما میبخشم. این امو هدایت یا توصیه رسول الله مبارک است. ما مسلمان هستیم، از نظر دین مقدس، از نظر دین مقدس اسلام ما باید با برادر مسلمان خود احترام داشته باشیم. بازم شما که کارا را میکنین ما شما را بخشیدیم و ما هیچ وقت هراس یا دلسردی را در کار ما انداخته نمیتونین.
فضل و مرحمت خداوند ما از نظر زندگی به هیچ چیز ما از اول شخص خودم از ضرورت ندارم. کاربار زندگی تماما فوق العاده است و دوستا و رفیقایم که در این دایه کار میکنه اونا هم در این دایه از مصرف شخصی خود مثلا دایره پیش میبرن. به شکل شما و آدما از امی وطن دوستا یاد بگیرین. ما تاسف سرکی میکنم اگر شما اولادها دارین اولادایتان کوشش کنین که وطن دوست و کوشش کنین که با وطن خود خدمت کنن، خائن نبراین مثل شما آوره. و ما اینجا چند تلفنتونم ما دیگه تلفن ها نمیگیرم، ببخشین تلفن ها کلش بل هسته. ما از ورجینیا چند تلفن است که ما شناختم، دیگه دفعه ما نامشم گرفتیم، دیگه دفعه نامشم ما در تلویزیون میگم. ما این مبارزه ما دوام داره. یعنی ما یک ساعت یک و نیم ساعت دیگه برای از اینکه شما میخوایم که شما با ما باز تلفن کنین ببینیم که این دفعه چی سوال چی آواز دیگر میکشین که شما را ما براتان دعا کنم. خداوند جل جلاله هدایت نیکی به شما بده. شما تنها خود نمایندگی نمیکنین، افغانای عزیز و غیور ما را شما نمایندگی میکنین و این با افتخار ملی افغانستان مناسب نیست. و افغانا دائم غیور بودن، شجاع بودن، از افغان خود دفاع کردن و این که شما این کار میکنین انشاءالله ما آماده تن هستیم، برنامه دیگر میگیریم، با فعالیت های ما زیاد میشه انشاءالله تعالی. و این رای ماست، تگلار است. همونطور که من نمیخوایم جانبی شخصی بتم، همونطور که بابا کلانم در ایران در تل وانه که مثلا نمیخواست که پس بره و برادر جان خود در ایران هم شهید کرد که داود خان یک جای و ما این مسئولیت قبول کردیم. این مسئولیت دیرنده و مبارزه ما دوام داره. از هیچ چیز بغیر از خداوند جل جلاله از چیز ایراس ندارم. حق مردم است، خاک ماست. خب شما نوکرای آیسای میگم خاک ماست، بندر ماست، حق ماست. ما هیچ وقت از این صرف نظر نمی کنیم بر قیمت کشاوه. و شما ببینید که امی فعالیت های برادرها خواره ما داخل خود پاکستان شما ببینید، حراس پاکستان هم ببینید که عمران خان میگه که ای افغان 850 میلیون سرمایه استاد کرد و میخواهد که پاکستان کپلا تکت کنه ای آدم. و هدف مرام ما در آینده میخواد بود که برادرای دیگه ما که کمک های مالی سر پاکستان قطع کنیم. وقتی کمک های مالی قطع شود و امید است که کرزی صاحب صادرات و واردات پاکستان هم قطع کنه که صنایع دستی پاکستان بازارش در افغانستان قطع شود که از نظر اقتصادی صدمه بسیار شدید برش میزنه. و ما دائما گفتیم که کرزی صاحب شما از ورود اسعار صرف نظر کنین که اسعار داخل افغانستان نبه. وقتی که قوای ناتو مبرایه که اقتصاد افغانستان صدمه میزنه ما به اطلاع شما رساندیم و از رئیس بانک مرکزی هم ما تقاضا میکنیم. و ای که برادرای عزیز ما که با مجرد که یک خبر بسیار کم مبرای از پاکستان با ما تلفن میکنه و همی که عمران خان این موضوع را اعلان کرد در جیو تیوی، اکسپرس تیوی، دان تیوی، از خود جلال آباد، از پشاور، از خود کابل و ما تلفن کردن. ما از اونا بسیار خوش هستم. خداوند جل جلاله شما را خیر بده. بازم از شما ما تقاضا دارم که به تلویزیون پیام افغان شما کمک کنین و اگر برنامه را شما اسپانسر میشین با تلویزیون خطاب صاحب تلفن کنین، برنامه را اسپانسر شوین. ما تنها یک مشکل داریم، این مشکل دورند است. اگر شما این را نمیدانین
ما باز کوشش میکنیم که یک روز یک برنامه مخصوص تنها موضوع دیورند دوباره جر و بحث کنیم، سرش تشریح بدیم که شما از یاگاشین. شاید شما نفهمین، همین کسایی که مزاحمت خلق میکنین، شاید شما نفهمین اهمیت از این که اگر ما موضوع دیورند حل فصل کنیم چقدر مفاد داره با اقتصاد افغانستان و با مردم افغانستان. مثل عزیز که شما یک خانه دارین، نیم خانه تانه که تشنابتان یایتان یک نفر دیگه بگیره، شما هیچ چیز کردن نتانین. کلی خانه در دست دیگه کس باشه و شما رو نمونه یک دفعه سره در سر شما بسته کند، شما نه آرد آورده میتونید، نه مواد انگورتان از افغانستان صادر کرده میتونید، نه میوجاتتان. شما دیدین چندی پیش بالای ناتو می کار کرد پاکستان، بالای مردم افغانستان می کار میکنه دائم. وقتی موسم مالته میشه سردار آواز میکنه، وقتی انگور میشه کل انگورای ما گنده میشه و انگور رو ما نمیتونیم، انارای ما با می ترتیب و این معادنی که ما داریم. افغانستان معتبرترین مملکت از نظر دارایی طبیعی و این ما چطور میتونیم که در خارج صادر کنیم؟ شما این فکر کردین؟ همین کسایی که مزاحمت میکنین و خود پشک میسازین، شما این معادن چطور با جان خارج روان کنیم از افغانستان؟ ما همین جواب سوال ما بتین، ما میگم صحیح است، ما غلط هستم. شما جواب ندارین یا شما نمیفهمین این موضوع، یا از نگاه تعصبات نژادی شما می کارا را میکنین. شما بفهمین که دمی معدن آجیگک 3 معدن دیگه برآمده که یعنی ما به این اندازه خوشبخت هستیم که انگلیس ها نتانست که معدن ما را بکشه استخراج کنه و آل ما معتبرترین مملکت هستیم، هیچ قرض هم نداریم. ما بتانیم که بهترین شرایط سیاسی را به نفع خود به اصطلاح چرخ بتیم و او مفاد ملت افغانستان از این شرایط در نظر گرفته شود و مردم افغانستان بتانند که با آرامی و صلح زندگی کنند. و ما رازهای دولت پنجابی آیسای ما افشا کردیم و حال نمیتونه که دولت پنجابی آیسای ممالک غربی را به اصطلاح فریب بده. در اون وقتی که ما در پیشروی مرکز عمومی ناتو بودیم، اونا را ما گفتیم و اونا گفتن که ما 2013 کمک ها بالای پاکستان قطع میشه و ما همی کوشش میکنیم. دیگه از این که شما تلفن کردین مزاحمت خلق کردین، ما شما تشکر میکنیم. این نشان میده که شما بسیار بیقرار هستین و مرا بسیار زیاد خوش داخته و مرا از نظر قلبی هم بسیار قوت داده. ما برنامه ما 1 ساعت دیگه دوام دادم و باشه ما تلفن ها رو میگیرم، بازم با شما وقت میتونم که مزاحمت خلق کنین. دیران جرگه امر کنین صاحب. الو سلام علیکم برادر. سلام علیکم برادر، امر کنین به طور خلاصه 2 دقیقه وقت داریم. شما که خیرات هم میخواین همین برو برادر خیرات بیا که باز ما پیسه به تو میده که خیرات کار داری برادر. چی که پاره میزنی؟ ما از نظر مالی فضل خدا کلش از جیب خود پیش بردیم تا بوده. دیران جرگه امر کنین، در خدمتتان هستم. بله سلام علیکم برادر محترم. السلام علیکم، امر کنین صاحب. از کجا تلفن میکنین؟ سباسم چی حال دارین؟ خواجان گل شما خوب هستین صاحب؟ شکر زنده باشین. ما البته سلام خدا برای همگی وطندارا و دوستا همگی تقدیم میکنم. برادر محترم شما قابل افتخار هستین که معلوم دار که شما رفتین به افغانستان به تنهایی مثلا ثابت ساختین که چقدر شما خدمت برای وطن و خاک و وطنتان کدین و میکنین. زنده باشین. اما ازی که باز مردم که اگر باز حرکت هایی میکنه شما متاثر نباشین، برای ازی که میگن مطلب میگن جواب ابله‌ها خاموشی است. بالکل صاحب بالکل. دیگه البته ما از خواهرها و برادران خودم خواهش میکنیم که باید دوش به دوش برادرها همگی
باید خدمت به وطن خود به ای که خاک ما یعنی همه چیز از سمی حیثی پاکستان شد و همی بربادی ما وقتی که یک نفر یک برادری که مثل شما وره که میخیزن خدمت به وطن میکنن و اینا باید خودشان بفهمن کمک کنن و طرف دیگه همراه از جناب محترم قاصد ملیار بسیار زیاد تشکر چی شیر مقبول سرودن دیگه ای که میگن مده پای بیگانه را ره بخاک رای دشمنان وطن را مپاک ز بیگانه برباد کاشانه است خبردار بیگانه بیگانه است چنان که جهان دید و دیدیم ما زمانه بداد و کشیدیم ما چنان که ز زخمش چشیدیم ما چنان که در خون تپیدیم ما باید کلگی میدانن که همگی جنگ ها و همگی بربادی وطن ما همیشه دستایسی پاکستان شد. وقتی که مثل شما واره همه تو برادر باشه آمده که عشق وطن و مردمش به قلبش است که از هیچ چیز شما باک ندارین و نه میترسین و نه فقط عشق وطن است به قلب شما. شما افتخار هستین باید مردم دوش به دوش شما باید هم قدم شون و مبارزه کنن و این وظیفه کل مردم ماست. این طور دیگه زیادتر برادر محترم وقت شما را نمیگیرم بازم خداوند کامیاب و موفق داشته باشید. زنده باشین خواهر جان بسیار زیاد تشکر. صبا جان احترامات رو قبول کنیم باز ما انشاءالله همراهتان صحبت میکنم. لطف کردین صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون امر کنید صاحب. بله سلام علیکم متین سلام جان. لالای گل خوب هستین امر کنید صاحب. گران اورورا خدای دیو چې د ما په خبرو پوه شي. السلام علیکم. انشاءالله پښتو خو پوهېږي. پښتو پوهېږم صاحب امر وکړئ صاحب. سالم دی صاحب ساعتم ښه ده. شکر الله صاحب. ورو جان تا 2 دقیقې لري وخت ډېره لږ ده صاحب. ډېره زیاته مننه د تا د تکلیفونه. د وخته یو ورور نه پوهېږم د انګلستانه تاسو ته ټلیفون کړی و د تاسو نه معلومات د ډیورن د کرښې وغوښتل خو څه رقم چې لازمه وه تاسو معلومات ونه شوه کې چې هغه ته ارائه کړئ کولی شئ تاسو هغه معلومات دوباره تکرار کړئ ځکه واضح تاسو ونه شوه ویلی چې هدف په دې کې څه شی ده واضح ولې د ډیورن کرښه داسې نامعلومه پاتې ده. ان شاء الله خلاص راته ووایي ډېره زیاته مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنید صاحب. بله صاحب بفرمایید. بله صاحب بفرمایید. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنید صاحب. سلام علیکم آقای متین. سلام علیکم برادر گل امر کنید. خواهش میکنم با شما واقعا زحمت میکشین برنامه‌های بسیار جالب و برنامه‌های معلوماتی پیرامون تاریخ افغانستان و شهامت مردم افغانستان تهیه میکنین. از شما به خاطر تهیه همچون برنامه تشکر میکنیم. زنده باشین. فقط مزیدتان میخوایم. من یک پرسان داشتم شخصی اجازه میتین؟ امر کنید صاحب بفرمایید. شما صدیق جان برادر خالد جان نیستین؟ بله امی اگه شب صاحب که باز امیر با ما تلفن کنین صاحب ما از براتون ایمیل زمان میکنم. من دوست و رفیق هم صنفی بسیار صمیمی هستم بچه همه هستم بعداً گپ میزنیم. السلام بسیار خوش شدم برای شما گپ میزنم بابت ایمیل روان کنین. السلام صاحب. السلام صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون امر کنید صاحب. هلو السلام علیکم متین جان. السلام علیکم ورو جان څنګه یې ته بتون خدي صاحب. خیرات ده شکر. امر وکړه صاحب 2 دقیقې لري صاحب وخت ډیر سلام ده. خوشاله سوم چې ته دومره ښه پروګرام هغه کوې او ته ډېر ښه الله کامیابه کړي ته ټول افغانان ویښوي. اکثر افغانان لا خبر هم نه دي او تا د خدای کامیابه کړي. موږ افغانان باید ټول په اتفاق اساسي موږ خاوره واخلو. بالکل چې موږ په اتفاق موږ چې په اتفاق او موږ ټول ایشیا رول کولای هند او پاکستان او اوس موږ خپل خاوره نه سو هغه کوي ځکه چې موږ په اتفاق نه یو. بالکل باید موږ اتفاق سو خپل منځ کې او بیا هر څه موږ کوي سو. بالکل ډیره مننه ورو جان ډیره مننه. الله دې کامیاب بس موږ دعاوې در سره دي. ژوندی اوسې ما می جواب
سوال برادر عزیز ما را میتونم اونا گفتن که چرا موضوع دیورند مجهول است. شما اگر طول تاریخ ببینید بعد از امیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان کوشش کردن که موضوع را حل فصل کنن، اما از نظر اقتصادی وقتی که پاکستان وقتی که انگلیس برطانوی برآمد پاکستان به اصطلاح در 1947 تشکیل کرد. در او وقت دولت اعلیحضرت ظاهرشاه ممانعت کرد در قسمت شامل شدن پاکستان در ملل متحد. اما شما می‌بینید که طیاره پاکستان مرز دیورند بمبارد کرد و ظاهرخان قوای خودم در سرحد روان کرد، چون در این حال در زمان داود خان و در این حال زمانی که دکتر نجیب هم بود پاکستان میخواست که موضوع را به اصطلاح بر خود غصب کند، خاکای ما را و بندرهای ما را. اما چون نظر به ملحوظات اقتصادی و نظامی ما قدرت نداشتیم که در او وقت مغیر از که داود خان میخواست که بالای پاکستان حمله کنه و این موضوع خط دیورند حل فصل کنه، اما عربان هم اندیشه که به اصطلاح کار شود. دیگه ما کوشش کردیم که موضوع خط دیورند حل کنیم در طول تاریخ، اما نظر به ملحوظاتی که گفتم نتانستیم. اما حال بهترین شرایط است برای مردم افغانستان که امریکا داخل افغانستان است، ممالک ناتو است و ما به اصطلاح میتونیم که همین حق خود از پاکستان بخواهیم که حق ما عبارت است خاک ما و بنادر ماست. ما دیگه کدام چیز دیگر ما اضافه نمی کنم. امید است که سوال شما را جواب داده باشم و اینکه اگر شما پشت از این سوال کدام آجندای داشته باشین دیگه باز خود شما ما برنامه علیحده میگیریم، بازی سوالای دیگه تان به شکل مختص تشریح دادیم. اما ای که از چی نگاهی شما مجهول بگیرین، از این نگاهی است که خاک ما را 50% خاک ما را انگلستان از پیش ما گرفت، برای از این که در 3 جنگ به اصطلاح در 2 جنگ بین انگلیس و افغانا انگلستان شکست خورد و در او وقت امپراتوری انگلیس یک امپراتوری بسیار قوی بود و خواست افغانستان به حیث بفرزون بین خود و دولت تزار استفاده کنه و اراده انگلیسی بود که روسانه به طرف هندوستان دیگه بعض قسمت هایی که در نظر انگلیس ها بسیار مهم بود اون نقاط قرار کونه میگن اشغال کرد. اما هدف اصلی انگلیس هایی بود که نوزت افغان ها را از بین ببره و افغان ها را جزا بده. مثلا در او وقت هیچ مملکت قادر نبود در قرن 19 که انگلیس ها را شکست بده و خوشبختانه مردم غیر افغانستان قادر شد که انگلیس ها را شکست بده. این به اصطلاح یک بی‌حیثیتی را در تمام دنیا برای دولت انگلیس برطانوی به وجود آورد و تا که تانست که افغانستان محاصره اقتصادی کنه که داینده نتانه که افغانستان از پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی به اصطلاح برخوردار شود. از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی تماما از نظر سیاسی هم ما این موضوع را به شما تشریح کردیم. این یک موضوع بسیار ساده است. امید است که شما این موضوع را درک کرده باشین. فعلا باشه که 10 دقیقه دیگه داریم، لطفا 2 دقیقه شما صحبت کنین. دیران جرگه صدیق متین خدمتتون است، امر کنین صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم برادر گل. شما بفرمایید، زنده باشید صاحب، امر کنین صاحب، بفرمایید. ببخشید آقای متین جان، لطفاً یک محصول نام خدا بسیار صدای هوشیار داشتین. دیرنجگه صدیق متین خدمتتون امر کنین صاحب. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر گل. امر کنین صاحب. سلام علیکم، من غرنه هستم از لندن گپ میزنم. غرنه صاحب امر کنین برادر گل. دور بخیر. من میخواستم که متین صاحب گپ بزنم. ما قربان خدمتتون هستم، امر کنین صاحب. غرنه صاحب محترم.
ما به ارتباط همی پرسش‌هایی که از لندن یک تعداد دوستا کردن به ارتباط میخواستم صحبت بکنم. جان 2 دقیقه شما دارین برای اینکه وقت ما رو به خلاصی قرار نیست. آقای متین اگر شما در جریان باشین، شما تشریف آوردین به لندن. بله. ما هم شما رو بسیار استقبال کردیم، یک محفل بسیار بزرگ گرفتیم در اوجه. بله سر. و ما خواهش ما از یک تعداد دوستایی است که اگر به تاریخ نمیفهمند تا لندن که آمدن، تا کشورهای دیگه که آمدن، حتما از شما در یک وقت بسیار پروگرام بسیار کم این موضوع تشریح نمیشه. مسلماً که اینا معلومات دارن، بله، ولی اینا مزاحمت میکنن و یک دایه ملی است و این به لسان با پشتون، به تاجک، به ازبک، به دیگر ارتباط نداره. این منافع ملی افغانستان است. در منافع ملی افغانستان تمام اتباع افغانستان میتونن که یکسان سهم بگیرن. بالکل صحیح است. و در یکسان ما هم که شما هستیم. زنده باشین، قرار در جریان باشین. ما در اوج محمدیم که شما بسیار کمک کردیم و در اینجا در برمنگام ما به ارتباط زمین هم کار کردیم. همی جرگه شما را در برمنگام ما سپورت کردیم. صاحب همی خواهش میکنم که به تاریخ مراجعه بکنن. در تاریخ تمام اسناد، شواهد و مدارک وجود داره و قبل از اینکه اینا میخواین مزاحمت بکنن، این منافع ملی را خدشه‌دار بکنن، اشنان جدا خواهش میکنم که اینا به این ارتباط به تاریخ مراجعه بکنن. در تاریخ همه چیزا ثابت هستند و این باز موضوع مجاهد هم نیست، موضوع احمد و محمود هم نیست. در اینجا تمام مردم افغانستان صرف نظر از جهت‌های سیاسی خود میتونن که به ارتباط منافع ملی افغانستان به شما کمک بکنن و در اینجا وقتی که ما توانستیم که به این دایه ملی خود برسیم، این منافعش به همه مردم افغانستان میرسه. تشکر از شما و موقع شما تماس مستقیم خواهد گرفتم. میشه که انشالله بار دیگر آمدین یک اشتباه شده بودن در انتخاب شما، یک اشتباه شده بوده. بله. ما میتونم که باز به شما صحبت بکنم. غرنای صاحب گل، ما اول خو رویتون میبوسم و دیگه ای که انجینیر صاحب کتما بسیار رئیس قوم کتما بسیار مهربانی کردن، لطف کردن. ما معذرت میخوایم که دائما اسم اولشان یادم میره. ما انجینیر صاحب عبدالحق، انجینیر صاحب عبدالحق راستی یک مرد وطن دوست است، یک مرد واقعی است، مرد ملی است، مرد شجاع است. کتما دائم همکاری کردن و باعث فخر ماست. ایره غرنای صاحب محترم، شما تشویش نکنین. کسی که در خصلتش باشه همی وطن فروشی و خیانت، شما او را تغییر هم داده نمیتونین. و دیگه ای که اینا میخواین که مزاحمت کنن، این خوب است که ما را خوشتر میسازه برای از اینکه دایه ما بسیار زیاد قوی شده و این کارگر مؤثر واقع شده بالای پاکستانی. منافع از این خائنا در خطر است و ما از همون خاطر برنامه را 1.5 ساعت زیاد گرفتیم. گفتیم که بیاین که اگر شما کدام مردی دارین یا کدام چیزی که میخواین که ما جربه کنین، خوین سوالا میکنه، رد در رد یکش سوال میکنه که چطور از با دیگه سوال میکنه. صاحب یک سوال بسیار ساده است، مضمون برش از الف تا یا برش تشریح کردیم و امید است که اگه برادر واقعا نمیفهمه تشریح کرده باشیم. اگر شما میخواین که دایره ملی سنگ‌اندازی کنین، خداوند جل جلاله چونی مفاد تمام مردم افغانستان است. خداوند جل جلاله خودش میفهمه که خودت چه قسم برات برسه. خداوند جل جلاله چرا در این جایات 85 میلیون مردم افغان ما در اینجا مطرح بحث هست. این موضوع ساده نیست، این موضوع اشتکی نیست. این کسایی که عکت اشتکار میکنن لطفا در خانه بشینین که تایزایتان بازی کنین. چرا این کارا رو بانین و کسایی که وطن دوست هستن، دلشان برای یتیم، بیوه، بیچاره. شما ببینید که هر روز دولت پنجابی یا عیسای بالای افغانستان حمله میکنه، افغانای ما را شهید میکنه. یک پنجابی نمورده، تمامش کسایی که وفات کرده کلش افغانای ماست. ما از ملا عمر ما خواهش میکنم، از حقانی ما خواهش میکنم، از گلبدین ما خواهش میکنم، از سایر
لیدرها ما خواهش میکنیم که کتی پاکستان همکاری نکنن، اصلی خود دور بتن بالای آیسای، بالای پنجابیا. شما کارهایی که شما میکنین که اگر همکاری کتی آیسای میکنین، افغانتان ذلیل میکنین. شما هیچ کار دیگه نمیکنین، افغانتان میموره، افغانتان ذلیل میکنین و این پیش خداوند جل جلاله در روز آخرت شما مسئولیت دارین. قرنای صاحب بسیار زیاد تشکر. بیادر گل متین صاحب، ما میخواستم فقط یک گپ به شما بزنم به خاطر استدلال قوی شما. بله اجازه باشه فقط یک گپ. بفرمایید. آقای متین، قبلا که ما به شما گفتم جرگه شما را ما در برمنگام سپورت کرده بودم. بله و در لندن هم سپورت کردم شه و میخواستم که یک گپ به ارتباط امی دوستایی که حرفای عجیب و غریب میزنن برشان بگویم که یک سال قبل در برمنگام امی پنجابیا، امی اتباع پنجابی که در لندن هستند، در برمنگام هستند، اینا از امی انگلیس هایی که در هلمند هستند اینا را دعوت کردن، یک مجلس بسیار بزرگ برشان گرفتن. ما در اوج نفر روان کردیم، بر انگلیس ها گفتن که ما سالهای سالها غلامی شما را کردیم، اگر شما اونمو احسان پدران ما را با جای نبکنین، یعنی معنای زیست که امنیت در افغانستان به امنی در پاکستان است. بله. یعنی اقتصاد قوی در افغانستان، خرابی در پاکستان است. من تاسف میکنم بر یک تعداد افغانایی که در اینجا انگلیسا پنجابیا به این روحیه هستند، ولی افغانای ما باز هم در مدعیه ملی حرفای ملیت، لسان، محل مطرح میکنن. بالکل. مستقیما با شما تماس خواهد گرفتم، انجینر صاحب عبدالله در جریان خواهد گذاشتم. بار دیگه که تشریف آوردین انشالله در برمنگام، در لندن بر شما محفل بزرگ خواهد گرفتیم. زنده باشید. قرنای صاحب گل یک چیز دیگه هم کنین که دوستا و عزیزا را بگوین که تلویزیون پیام افغان سپورت کنن و ما کوشش داریم همین تلویزیون صدای بر حق مردم افغانستان است و این تلویزیون ممد بسیار زیاد واقع شده به دیران جرگه. قراره که ما پیشتر گفتم شورای عالی دیران جرگه برای خطاب صاحب یک به اصطلاح یک تقدیرنامه داده. از ما از همکاریاش، از حسن نظرش ما تشکر میکنیم. دیگه ما از شما خواهش میکنیم که نمی کمک در نظر بگیرین. خطاب صاحب تشریف آوردن به لندن، وقتی که ما خبر شدیم پس رفتن، ما تصمیم داشتم که به افتخار خطاب صاحب در برمنگام یک محفل بسیار بزرگ بگیرم. در اوجا میتونستم که با تمام با تعداد بسیار کمیت بزرگ یک محفل برشان بگیرم. برشان با اونام تماس خواهد گرفتیم. قبلا یک هفته بعد باز دوباره ما یک محفل دیگه داریم. انشالله می مشکلات شما را در برمنگام در جلسه بعدی مطرح خواهد کردیم. موافقت شما را میخوایم. ببخشید که وقت شما را گرفتم. قرنای صاحب گل ما بسیار ممنون هستم. ما میفهمم که شما اعضای بسیار زیاد دارین در لندن. از این که شما تلفن کردین و سپورت کردین دایی ملی را، این به ذات خود نشون میده که شما یک شخص ملی هستین و دلتان برای برادرایتان و وطنتان میسوزه. ما از شما شخصا تشکر میکنم. از شما هم تشکر میکنم. السلام صاحب. موافقت شما را میخوایم. زنده باشین. رویتون میبوسم قرنای صاحب. ما همچنان. السلام صاحب. السلام علیکم صاحب. از این که وقت ما پوره شده، از این که من میمان خانهایتان در حدود 3-3.5 ساعت بودم، من از شما ممنون هستم. خداوند شما را خیر بده در خانه هر کدامتان. خداوند جل جلاله برکت بیاره. کسایی که مریض است خداوند جل جلاله اونا را شفا بده و کسایی که مشکلات اقتصادی داره خداوند مشکلات رفع کنه و خداوند جل جلاله با برکت دربار خود این مشکلاتی که در داخل خاک افغانستان است این مشکلات از بین ببره و خداوند جل جلاله یک رهبر یا رئیس جمهوری که بتونه مشکلات افغانستان حل فصل کنه در افغانستان بیاره. ما این کوشش ناچیزی که میکنیم خداوند جل جلاله او را به دربار خود قبول کنه و در او برکت برده و خداوند جل جلاله دست پاکستان قاتل آدمکش. ما که مردم پاکستان کدام مشکل نداریم و تنها مشکل ما که اردوی نظامی و دستگاه جاسوسی پاکستان است. خداوند دست از او را از افغانستان قطع کنه و این برادرایی که اهمیتی موضوع را میفهمن یا نمیفهمن خداوند شما را هدایت نیکی بده. باور کنین برادران، ما خوش ندارم که کدام گپ
رد یا گپ بی‌احترامی در مقابلتان بگوییم. برای که امیال خود مرا بسیار رنج داد، چرا وظیفه ما با وجود آوردن اتحاد اتفاق است. ما زمین خاطر امی دایره را پیش میبریم و یک برادر ما گفت که باید شما لیدرهای جهادی را ملاقات کنیم. ما باید در این عرصه تاریخ یک دشمن بزرگ داریم و او دشمن بزرگ ما آیسای پاکستان است و دولت نظامی پنجابی است. ما باید اگر لیدر جهادی استیم، اگر حزبی استیم، بر حزب هستیم، باید یک جا شویم و طور مشترک در مقابل پاکستان، آیسای پاکستان مبارزه کنیم. شما ببینید بازم چند روز پیش اساکر پاکستان بالای خاک ما حمله کرده بود و مردم غیور ایالات به مقابلشان رفتن، اونا پس گریختن و باز می جرگه مثلا مظاهره عمومی ناتو اساکر پاکستان از خاکایی که گرفته بود خاکا پس گریختن و اونا فهمیدن که افغانا به طور جدی که چون معامله میکنه. شما باور کنین که قدرت شما، شجاعت شما را هیچ کسی نداره و هیچ قوای، هیچ مملکتی در مقابل افغانستان، مردم افغانستان سوداگی کده نمیتونه اگر ما اتحاد اتفاق کنیم. باز هم اگر ما کدام از زبان ما کدام بی‌احترامی شده باشه، خداوند او را به اعمال نیک تبدیل کنه. ما انشاءالله بی‌احترامی نکردیم، اما این خودتون بالای خودتون آوردین. اما شما همه کردین که امی وقتی که ما هر دقیقش به ما، هر دقیقش برای خود ما $6 تمام میشه، $6 و این باید از جمله اعمال حسنیتون میشد و شما آمدین یاوگی کردین و ما را بسیار جگرخون ساختین بیادر. خب این فکر کنین که هر چی که نباشه شما باز هم برادر افغانم هستین. ما هیچ وقت با بدیتون نیستم. اگر شما نوکر آیسا هستین امید است که یک روز سر سینیتان لغت کنم. دیگه وقت نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.